گفت کی از پشت لباس تو میبنده. حالا یکی میبنده دیگه، ما دختر خودمون بلدیم پشت لباسمون رو ببندیم. حالا اینقدرم نگران این موضوع بودن، همه هی میگفتن کی از پشت لباس، دیگه گندشو در آورده بودن دیگه. سلام، ما اومدیم. شده دیگه وقتی آهنگ گوش میدی بهت حال نده؟ دقیقاً من الان تو همون نقطه قرار گرفتم، اما از لوکی کمک خواستم و اونم کمکاشو همینجوری برای من سرازیر کرد. سلام من به تو یار قدیمی. لوکی 50 تا از بهترین آهنگای رپ فارس برامون جمع کرده تا امروز با هم دیگه گوش بدیم، ببینیم کدومو بلدیم، با کدومو خاطره داریم، شاید هم با بعضیاش خوندیم. ولی قبل از اینکه بریم آهنگا رو گوش بدیم، یه دعای مخصوص بعد با هم دیگه بخونیم. یا صاحب الاسکرایب، ساب و لایک ما رو بالا ببر. الهی آمین. بی معطلی بریم گوش بدیم. جرم جنایت جنگ جراحت اوج جنون جسارت جوون جنم یعنی هم. این علی سورناه، صدا خشدار معلومه علی سورناه. سلمونی نرو با ما بد باش، فقط میزنیم کلتو باشی حتی کچل. دیگه اصلا به نظر من هیچکس احتیاج به معرفی نداره دیگه، همه صداشو میشناسن. بچگی بهم گفتن بزرگ میشی یادت میره، من کوچیک شدم و یادم موند. این صدای بهرامه. بهرام خیلی قشنگ میخونه به نظر من. واسوی واسمون رو پوش چروک کن شد کوشش کوچولو لابد باز جاش گذ. اینو من نمیشناختم ولی بیچه خیلی خفنی داشت به نظرم. بچه لطفا اونایی که من نمیشناسم و حتما تو کامنت ها برام بنویسین. دیگه حسین ابلیس خیلی محشره. بعضی وقتا میری تو لش میذاری تو زب یه سیری تو پک بعدشم میری تو جمع. پیش رو خیلی محشره بچه، آهنگایش هیچ کس خیلی خفنه. یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم به هم. اینم باز هیچ کس. آزاد شدم خوشحالم ننه، ایشالله آزادی قسمت جمعه. آزاد شدم چشمامون تره، ایشالله بیرون دنیا بهتره. نه حمید صفت بود فکر کنم. آزاد شدم بیا بغلم، چرا رنگ و پاچه های همه تو همن. آهنگ بچ منو نترسون از قفس، میگی جرمم صدام مسخره است. گوش نده بودم. هم عرفان پایدار بود. مثل من تو چی بالای، مثل من تو چی بالای. اینم که دیگه لفظ بازی کار بهزاد لیتوه دیگه، مطمئناً بهزاد لیتو بود. یزید من با 5 ثانیه چجوری تشخیص بدم؟ خیلی سخته. یه جنگ بین من و عقاید مردمم، لای قلم رو ورق فواید درد. اینم بهرام بود. دوست داری باز واسم ناز کنی نه؟ تو فکر کردی یه بچه پاس داری زن؟ بچه ها این آهنگ بهرامه. بعد فکر نکنید که دامبولی، حالا اونایی که گوش ندادن مثلا دامبولی یا 6 و 8، ولی اومده بیتو به صورت 6 و 8 درست کرده. اون زمان که این آهنگو خون، چون مردم زیاد رپ گوش نمیدادن، میخواست مردم رو مجبور کنه که رپ گوش بدن. خیلی آهنگ خفنیه، خیلی اصلا بیتو اومده 6 و 8 کرده. بخور بشو بیخود قلب و مغز تو یکی کن، خوک باش و زندگی کن یا زیر پا بمیر. اینم بهرامه. بهرام آهنگاش خیلی خفنه، مخصوصا این آهنگ خوکش اصلا حرفه‌ای خونده. نه میتونم جلو تیم بحث رو بازش کنم، نه غرور اجازه میده که به تو خواهش کنم، ولی من دلم پر میزنه موهاتو نوازش کنم. من تتلو دیگه همه میشناسید دیگه، واقعا خیلی آهنگاش قشنگه. کی از پشت لباس تو میبنده.
یه خاطره تعریف کنم با این آهنگ تتلو. من اوایل دانشگاه بود وقتی این آهنگ پخش شد. هر کی از کنارمون رد میشد، اصلا فرق نمیکرد کی باشه، هر کی رد میشد گفت کی از پشت لباس تو میبنده. حالا یکی میبنده دیگه، ما دخترها خودمون بلدیم پشت لباسمون رو ببندیم. حالا اینقدرم نگران این موضوع بودن، همه هی میگفتن کی از پشت لباس، دیگه گندشو در آورده بودن دیگه. خدا رو شکر اون دوران تموم شد، ولی خیلی آهنگ حرفه‌ای بود به نظر من. بذار تو حال خودم باشم، بذار تنهاشم، قشنگی صورت تو به خنده هاشن. خیلی خیلی خفن آهنگه. اگه تو کلابی، اگه تو باری، اگه تو پارتی، بازم نمونی خودمونه. این گروه عرفان خوندن و زدبازی و اینان خیلی خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. بزرگترین آهنگ فیت رپ فارس فکر میکنم. رفیق من امشب بدمستم، یا زیاد خوردم یا کم جنبم. اینم بهرام اصلا این آهنگش حرف نداره. کلافم با حرارت بدنم به تو میدم علامت، همه کارامو گذاشتم برا درد شدم نه یا عیادت من. اصلا پیش رو داغون میکنه مغز آدمو. پیش رو میخونم واسه هر قشری، بعضی وقتا توی شعرها باید سرکشیم. پوتک خیلی آهنگاش قشنگه. من خیلی آهنگای زیادی ازش گوش ندادم، خیلی متاسفانه. البته به شدت از شخصیتش خوشم میاد، خیلی آدم به نظر من جالبیه. یادتون رفت یاد من مرور حرکتای همه تو شد کار هر روز. محمد رضا شایه. ای بابا خفه تو رو خدا واسه بری جلو ما رو نله خفه. اصلا حسین ابلیس نمیدونم چه انقدر خفن و گنگ میخونه. آقا تو چرا انقدر گنگی؟ اینجا ایرانه، یه گربه که 7000 ساله که زنده است وقتی که نفت خام داره. وای بهرام عالی میخونه. بهرام عرضه برین خونه هاتون. بازم کلام پیچیده توی کوچه همه قلام. هم که هیچ کس دیگه، هیچ کس هم عالیه، خیلی عالیه. کسی به ما شک داره معلومه، نه کسی به ما شک داره انو معلومه. اینو نمیشناختم بچه ها، نمیشناختم. اینو مطمئنم صدای نسیمه، چون اصلا کلا ما خواننده رپ زیاد نداشتیم اون موقع ها، مخصوصا الان هم زیاد نداریم. واسه گروه زدبازی خیلی 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 تابستون کوتاه ترکوند اون موقع ها. بومبم رفت کل عمرم، کیکا بالا ترینم از بالا پریدم. سوگند باشه بخند به من، واقعا که حق داری بخندی که با اون یاسه دیگه. آقا یاسه تنها رپره که بدون اینکه فوشی بده رپ میکنه و به شدت عالی. جمونگی بگم که شده سمبل رشادت، ایران برا شده مثل صندوق تجارت. یاس دیگه، اینم یاس. سرده کاپشنم کو، حتی یه پولی برم باشه ممنون. دوست دارم سری بزنم میرون، آخه میترسم که برف و آب بشن زود. اینم کچی بیتسه. اون موقع گروه داشت که یکیش سیناسایی بود، یکی کچی بود، اون یکی رو نمیدونم اصلا یادم نیست که کی بود. این آهنگ خیلی خاطره انگیزه. اون موقع ها خیلی ترکوند سوراخمون کرده بودن. سرده کاپشنم، همه به هم دیگه میگفتن. خیلی قشنگ بود. یکی میرم خونه همون، این میره بار اون میره بار. اینم کچی خونده. جوونشو مثل دست گل اومد، امروز دارم مرداشو تو قبل میخوابونن. محمد رضا شایه واقعا به نظر من خدای قلم که بهش میگن درست میگن. خیلی 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 تکستاشو دوست دارم. بالاخره با پولای خوردم یه خونه رو پیش خرید کردم جنوب شهر، شبا تو کوچه‌اش. اینم محمد رضا شایه بود. من بچه یه آهنگ از محمد رضا شایه گوش دادم، اسمشو دقیق نمیدونم، فکر کنم اسم آهنگش کوه بود، که یه تیکه هایی از آهنگ
مرجان بود، یعنی اصلا آهنگ مرجان اومده بود درست کرده بود که خودش خونده بود. خیلی 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 اون آهنگو دوست دارم. اگه گوش ندید حتما گوش بدید، نظرتونم برام حتما بنویسید. خیلی دوست داشتم که دستای تو همیشه مال من باشه. بچه‌ها به نظرم یکی دو تا شاید پیش رو آهنگ عاشقانه خونده باشه. این یکیشه، یکی از بهترین آهنگای عاشقانه که یه رپر خیلی حرفه‌ای میتونه بخونه همینیه که پیش رو خونده. خیلی خفنه. هنوزم اون رپر قدیمی زنده است، شب نگاه میکنه به خوشگلای تو پارک. من پیش روه دیگه. اصلا چرا انقدر این بشر خفنه؟ چرا؟ من نمیدونم. عشقش این کار شب و روز بیخواب، دوست داره چالش کنن تو قبرستون هیپ هاپ. اینم که پیش رو اصلا خیلی قشنگه. دردم هزار ساله مثل درد حافظه. آقا قبول نیست. اسمش هم یادم نمیاد. رپر نیست، همون باش 6 و 8 بخونه. قبول نیست که آوردی تو گروه رپر رو. به نظر من آقا نظر منه، حالا طرفدارش نریزن منو سوراخ کنن. نمیشناختم اینو، نمیشناختم. منتظرم تا فقط سیل بیاد بارون، کاش بزنه سیل بیاد. اینم نمیشناختم. این نشون میده من فقط آهنگای گنگو بلدم و من چیم دیگه. اینم نمیشناختم. چرا نمیشناختم؟ بشکاف برو جلو، این زندگی بهت میگه بدو. اینم که یاسه دیگه. میگم هنر کردی یاسو هیچ کس رو میشناسی. آقا میشناسم، منم گوش میدم، خیلی ها رو میشناسم، ولی بعضی از آهنگا آخه تو 5 ثانیه تشخیصش سخته. یا میبینی یه جاییشو تو حفظی، خب سریع اون به خاطرت میاد اسم خواننده، خاطرهایی که باهاش داشتی، ولی اون قسمتایی که بلد نیستی و مثلا یکی برات بذاره خب نمیشناسی دیگه. به نظر من 5 ثانیه هم خیلی خیلی سخته. همون میخواد گنگ برقصه. گنگ خیلی آهنگ لشه، خیلی خوبه. رسیدی به همه آرزوات، امشب جیدال و تهم ساق دوشات. یادم نمیاد خوانندش کیه، اصلا یادم نمیاد، ولی میدونم که عرفان پایدار رو دیس کردن تو این آهنگ. بعد جیدال و تهمم که میگن، چون میگن که مثلا تو که حالا عروس شدی، عرفان پایدار یعنی عروس شدی، جیدال و تهم ساختوشات باشن و اینا. خیلی خیلی دیس خفنیه به نظر من. حتما گوشش کنید. پرده ها رو بکش کنار، بذار نور بیاد تو. یه شیرینی مهمونم کن. وای حوث شیرینی کردم. اینقدر این آدم قشنگ شعراشو میخونه، آدم اصلا میره تو عمق آهنگ. تتلو رو میگم دنیا گرم که تو حالا شال داده، به من و دور و بریامم 2 تا بال داده. هم که حسین ابلیس بود دیگه. همین اصلا نشناختم. خیلی آدم حسابی، ادیتور عزیز، آدم دیگه 5 ثانیه رو موزیک نمیذاره که. بچهای عزیز حتما برام بنویسید که آهنگ آخر مربوط به چه خواننده‌ایه، چون من اصلا نشناختم. حتما کامنت ها رو برام انگلیسی بنویسید که لایک و ساباتون بیاد بالا. خیلی دوستتون دارم. بای بای ما رفتیم. بای بای ما رفتیم.